با درود به یاران و هم‌میهنان گرامی، برنامه امروز گزارشی است در مورد فیلترینگ در ایران و گذار کاربران اینترنتی ایران از این فیلترینگ و دستیابی به جهان آزاد. در حدود 2 سال پیش پروژه تحت عنوان 10 به توان 100 با بودجه $10,000,000 با کمک کمپانی گوگل آغاز به کار کرد. هدف از این پروژه آگاهی رسانی و کمک به کاربران اینترنتی برای آگاهی از حقوق خود در استفاده و دستیابی به خدمات اینترنتی بود. بیش از 150,000 ایده از 170 کشور دنیا به این پروژه داده شد. به طور نمونه تعلیمات از طریق اینترنتی، مهندسی و علوم اینترنتی و غیره. یکی از این پروژه ها در مورد روشنگری و شفافیت دولت ها و آگاهی رسانی به کاربران کشورهای مختلف از طریق اینترنت بود. در این راستا کمپانی گوگل با سرمایه گذاری و مانیتور کردن ترافیک اینترنتی مقداری اطلاعات رو کسب کرد و در نمودارهای مختلف در اختیار کاربران خود گذاشت که ما امروز اون اطلاعات رو بررسی میکنیم و نتیجه گیری خواهیم کرد که در ایران به چه صورت دستیابی به اینترنت و فیلترینگ از طرف دولت انجام شده و محدودیت هایی که ایجاد شده و به خصوص راه کار کاربران اینترنتی برای دور زدن از این محدودیت ها و دستیابی به اطلاعات جهانی. نخستین گزارشی که به شما نشون میدیم در مورد شکایت کشورهای مختلف، چه از نظر قانونی و دولتی و چه از نظر شخصی، به کمپانی گوگل و کمپانی های سرویس دهنده به گوگل که بسیار زیاد هستند برای برداشتن و حذف مقالات، ریپورت ها، تصاویر، ویدیوهای مختلف در سایت های گوگل به خاطر موارد قانونی هستش. این یک چیز بسیار عادی هستش در دنیای آزاد. کشورهای مختلف از راه قانونی وارد میشن. ممکنه ویدیوهای شخصی باشه، کسی نخواد روی اینترنت باشه، بخواد اونا رو برداره، یا اینکه مشکلات قانونی هستش، جرمی ایجاد شده و از کمپانی گوگل درخواست میکنن که اون مدارکی که چاپ شده از روی اینترنت بردارن تا مسائل روشن بشه. همونجور که ملاحظه میکنید بیشتر این شکایات برعکس تصور از کشورهای دموکراتیک دنیا بوده، کشورهای آزاد بوده، چون کاراشون رو به صورت قانونی انجام میدن و نشون دهنده این هم نیستش که 100% گوگل به حرف اونا اهمیت میذاره. کما این که نگاه بکنید مثلا در سال 2010 تا کنون 1017 فقره شکایت از کشور فرانسه شده که گوگل فقط 25 از اونا رو اجرا کرده و از بین برده. در سال گذشته هم اگه برگردیم دوباره تصویری نشون داده میشه به همون صورت، بنابراین زیاد فرقی نمیکنه که سال به سال عوض بشه، به غیر از این که همونجور که میبینید کشورهای دموکراتیک از طریق قانونی وارد میشن، شوربختانه کشورهای غیر دموکراتیک مانند کشور ما به کلی صورت مسئله رو از بین میبرن و دنبال راه حل نیستن، فیلترینگ میکنن به طور کامل و اجازه نمیدن کسی به اینترنت دسترسی داشته باشه که بعد شکایتی پیش بیاد و بخوان برن پیش گوگل و اونو از بین ببرن. متاسفانه این همونجور که ملاحظه میکنین در کشورهای غیر دموکراتیک و اشغال شده ای مانند ما از تمام کشورهای دیگه بیشتر هستش. فاز دوم گزارش ها مربوط به تظاهرات پس از انتخابات تقلبی سال گذشته است. در آن زمان
مردم از داخل کشور با فرستادن عکس ها و ویدیوهای مختلف گسترش این تظاهرات و نارضایتی های مردم رو به جهانیان اعلام کردند. جمهوری اسلامی در مقابله با فیلترینگ سایت های مختلف گزارشی مانند یوتیوب و غیره کوشش کرد که جلوی این گزارش ها رو بگیره و به دنیا به دروغ نشون بده که مملکت همچنان آرامه و اونها هم در کنترل هستن. در این گزارش همینجور که میبینید ترافیک داخلی از ایران به خارج برای سایت های مختلف از آغاز سال 2009 تا همکنون که نزدیک پایان سال 2010 هستش نشون داده شده. این به آشکارا نشون میده که دقیقاً در زمانی که تظاهرات در ایران شروع شد از 12 11 12 و 13 و به خصوص به گفته گوگل در روز 13 جون 2009 در ایران سایت یوتیوب به طور کلی مسدود شد و این هم نموداری که نشون میده که ترافیک ناگهان نزدیک به صفر رسید و کم و بیش همون جور مونده تا کنون و این سایت فیلترینگ. البته از ایران مردم دسترسی به یوتیوب و غیره رو بیشتر با پراکسی سرورها و وی پی ان انجام میدن، ولی خب دسترسی مردم عامی به این تارنماها مسدود شده از ایران. جالبی نمودار اینه که همون لحظه ای که جمهوری اسلامی یوتیوب رو به روی مردم بست تا گزارش‌های مردم رو متوقف بکنه، با زرنگی خاص ایرانیان مبارز با استفاده از دیگر تارنماها مانند گوگل ویدیو درست برعکس اون مبارزه رو شروع کردن و همونجور که میبینید تا 12 13 جون ترافیک سایتی مثل گوگل ویدیو بسیار پایین بود و ناگهان استفاده از اون بالا و بالاتر و بالاتر رفت تا کنون که همچنان بالا مونده. سایت های دیگه گزارش شده مانند گوگل نیوز هستش که همونجور که میبینید در اون تاریخ تظاهرات استفاده از اون به طور واضحی بالا رفته بود، مردم گزارش های خودشون رو میدادن و اخبار روز رو از اون طریق به دست می آوردن تا از جمهوری اسلامی بتونن خبر رو بگیرن. سایت های دیگه هم هستش، مثلا بلاگرها اکتیویتی خودشون رو بالا بردن در اون زمان و به طور کلی استفاده اینترنت نشون دهنده کاربری ایرانیان از داخل کشور هستش. همین رو ما بخوایم مقایسه بکنیم با کشور آزاد دیگه ای، مثلا یوتیوب رو نگاه بکنیم با کشور مثلا ژاپن مقایسه بکنیم، میبینید که تقریبا یک نواخت هستش، بالا پایین کوچیکی داره مربوط به شب و روز میشه که کاربران استفاده میکنن و آخرهای هفته که خب استفاده از این سایت ها بالاتر هستش. کشور دیگه ای رو نگاه میکنیم مثل آمریکا که همونجور که میبینید دوباره خط یک نواختی هستش و بغیر از نوسان های فصلی مانند تابستون و تعطیلات تقریبا استفاده یک نواخت هستش. اینجور استفاده کردن ایرانیان مبارز از داخل کشور نمودار این هستش که رسیدن به خبر و فرستادن خبر به خارج از کشور یک امر حیاتی و مهم هستش برای مبارزات آزادیخوانه ایران و در این راستا نهاد مردمی با دادن رایگان وی پی ان، حساب‌های وی پی ان و پراکسی سرورها و در اختیار گذاشتن جایی برای فرستادن اخبار شما، عکس‌ها، ویدیوها و غیره کوشش میکنه به این راه مبارزات مدنی کمک بکنه و خدمتگزار جامعه ایرانی باشه و در عین حال هم از دیگر سازمان ها میخواد که با پیوستن به ما، نه برای پیوستن به سازمان نهاد مردمی ولی در کنار هم بودن با نهاد مردمی و داشتن هویت خودشون، کوشش بکنن که این ابزار کاری رو بهتر و بهتر بکنن و بتونن سرویس بهتری برای مبارزان داخل کشور
ارائه بدن. این کوچکترین کاری است که ما که در خارج در کشورهای آزاد زندگی میکنیم میتونیم برای یاران و هم میهنان خودمون در داخل کشور انجام بدیم. با سپاس از شما.